مگه شب و روز خودتون رو پاره نمی کنید که آزادی بیان آزادی بیان؟ خب زینب موسوی هم از آزادی بیان استفاده کرده، اصلا تصمیم گرفته که بیاد شاهنامه رو به سخره بگیره. چرا انقدر شما هرس میخورید؟ چرا انقدر ناراحت میشید؟ این چیزیه که این روزها داریم میشنویم. اما سوال اصلی، کمدی اصلا حد و حدودی داره؟ آیا ما نمیتونیم با اساطیر شوخی بکنیم، به سخرهشون بگیریم، هجوشون بکنیم، حتی نقدشون بکنیم؟ در یک پاسخ کوتاه بله میتونیم بکنیم. این منتها پاسخیه که شما باید ببینی کجا، توی چه ساختار قانونی و تو چه بستر فرهنگی دارید این حرف رو میزنید. مثلا اگر در یک جامعه فرضی خانم زینب موسوی میتونست بیاد شاهنامه رو که برای عده بسیار زیادی محترم و مقدسه میومد به سخره میگرفت، در مقابل اون افراد به صورت قانونی بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای میتونستن بیان مثلا اون چیزهایی که برای خانم موسوی و دوستانشون مقدسه رو به سخره بگیرن، نقد بکنن، مسخره بکنن و کمدیش بکنن. توی اون حالت آیا کار خانم موسوی ایرادی داشت؟ ابداً. واقعا حالم به هم میخوره از این دهن لقیای فردوسی. 30 سال نشستی شعر گفتی، نخود تو دهنت خیس نمیخوره. شما فکر بکنید حسن آقای ما یک بخشی از جامعه است و افراد بسیار زیادی هم مثل اون فکر میکنن. اینا رو شازده کوچولو مثلا حساسن، دوست ندارن که شازده کوچولو نقد بشه، کسی هم راجبش بد صحبت بکنه. در مقابل مثلا گروه آقا شروین اینا هستن، اونا مثلا رو سیمین دانشور مثلا و احمد شاملو بسیار حساسن، ناراحت میشن کسی راجبشون صحبت بکنه. حالا مثلا قدرت میفته دست شروین و حزب شروین، اینا چی کار میکنن؟ میان قانونی تصویب میکنن که بر اساس اون قانونه کسی نمیتونه شاملو و دانشور رو نقد بکنه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ عملا این اتفاق میفته که شروین و کسانی که مثل شروین فکر میکنن از یک رانت قانونی برخوردار میشن، جهت اینکه یک آزادی بیان محدودی داشته باشن در جهت اون چیزی که دوست دارن. و توی اون موقعیت حسن آقا که تفکر انتقادی هم داره نمیتونه به اون چیزهایی که برای آقای شروین مقدسه حمله بکنه. خب توی همچین موقعیتی این پیش میاد که آزادی بیانه تبدیل به یک امتیاز میشه که به قشر برگزیده داده میشه. بعد ویژه ترین کاری که هوشنگ انجام داده یه کاری بوده که اصلا قصد انجامش رو نداشته. خیلی آریایی اصلا مسئول ایرانی همه این شکلیه، یعنی ماره بدبخت داشته رد میشده یه دونه حالا توی اون جامعه فرضی فکر بکنید که مثلا خانم موسوی اومده نقد کرده در یک ایرانی که شاید یک روزی آزاد بشه، این حق و حقوقه هست و قانون تضمین کننده امنیت خانم موسوی بعد از اینکه عقیدش رو ابراز کرده. توی اون موقعیت آیا کسانی میتونن بیان اعتراض بکنن؟ بله. آیا میتونن بهش فوش بدن؟ بله. رکیکترین فوش ها رو میتونن بهش بدن. آیا اونایی که فوش میدن میرن زندان بابت فوشی که میدن؟ ابداً. همچنان که کتاب مقدس یهود را گرد آورد و همچنان که قرآن عرب را یکی کرد، شاهنامه تیره های در هم شکسته و پراکنده ایرانی را زیر این چتر روانی به هم پیوست و به هم برگرداند. خانم موسوی حق کمدی ساختن داره راجع به هر چیزی که دلش بخواد و هر چیزی رو که بخواد به سخره بگیره. در مقابل اون هم حق اعتراض داره. اعتراضش چیه؟ فوش. یک جای دیگه میتونه چیکار بکنه؟ آرتیستش رو، روشنفکرش رو، کمدینش رو بیاره بالا، اونم حمله بکنه به مقدسات خانم موسوی. این میشه یک جامعه ایدئالی که از آزادی بیان برخورداره. خب تو حرف تقریبا همه اینا رو قبول دارن. منتها مثلا ما میبینیم تو قشری که 40 سال 50 سال دارن راجع به دموکراسی صحبت میکنن، دائما دارن از آزادی بیان میگن، یک جاهایی روشن فکرن و یک جاهایی خبرنگارن. مثلا مهدی خلجی، مثلا خبرنگارهای BBC. شما میبینید که اینا علیرغم تمامی ادعایی که دارن کامنتاشون رو میبندن، کسی بهشون فوش بده بلاک میکنن. چرا؟
خب این نشون میده که این فرهنگه حتی توی اون قشری که الیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما هم هستن وجود نداره. یعنی اونها هم قائل به این نیستن که آقا فحش دادن آزادی بیانه، تا زمانی که تهدید نکنی، تا زمانی که یک تهدید بالقوه نشه فحش بده، تا صبح فحش بده، هیچ ایرادی نداره. اما توی این موقعیت ما میبینیم که آقا اینا اختیارشون صرفا اینه که بلاک بکنه، اختیارش صرفا اینه که کامنت ببنده، همون کار رو هم به راحتی با زدن یک دکمه انجام میده. حالا یک روزی شما فکر بکن مهدی خلجی بخواد آقا واسه ما قانون اساسی بنویسه، قطعا میاد یک حاله قداستی دور اون چیزی که برای خودش هست ایجاد میکنه که کسی نتونه اون رو نقد بکنه، کسی نتونه با اون شوخی بکنه. میدونی منظورم چیه؟ فضای جوری بود که اصلا کار سفارشی هم معنایی نداشت. پس چرا به تو میگن رپر حکومتی و نمیدونم؟ بعد به دوستان موقعی که مثلا حمله میکنن بهشون میگن آقا وصلی تو این حرفا رو داری میزنی، سری بهشون برمیخوره میان جلو، آقا مگه تو منو نمیشناسی؟ مگه نمیدونی من کیم؟ مگه لایف استایل من رو ندیدی؟ مگه تتوامو نمیبینی؟ مگه نمیدونی که من خودم برنامه کنم؟ چه وصلی دارم من؟ وصل بودن اینجا به این معنی نیستش که شما مثلا با فلان ارگان دولتی و نهاد نظامی و اینا در ارتباطی، هر روز بهت زنگ میزنن مثلا خانم فلانی انقدر پول واریز شد به حسابت، بیا فلان حرف رو بزن. وصل بودن اینجا با جزئیات خیلی کوچولو این میشه که شما اونی که باهات مخالفه، یک عقیده دیگه‌ای داره، اگر ابراز عقیده بکنه 90% مواقع باید هزینه هایی رو بپردازه. اما شما به خاطر اینکه نظری که میدی نظرت نزدیک به نظر حاکمیته، اون هزینه ها رو پرداخت نمی کنی. پس شما وصلی، شما یک رانتی داری. رانتی چیه؟ این که آقا میتونی اون چیزی که دوست داری رو بیای ابراز بکنی، ولی طرف مقابلت نمیتونه اون عقیدش رو ابراز بکنه. برخی معتقدن شما حکومتی هستین. شما حکومتی؟ نه. حکومت و حاکمیت یک معصونیتی رو ایجاد میکنه که در مواردی که دوست داره و مورد نظر خودشه شما میتونید بیاید ابراز عقیده بکنید. مثل بسیاری از دوستانی که میبینید که آقا مثلا اینا میان در مواقع خاص و موقعیت‌های خاص، مثلا یهو 10 ساعت نقد آمریکا میکنه، 10 ساعت نقد فلان جنایت رو در فلان کشور میکنه و میگه داداش مثلا فلان چیز که مثلا نزدیکتره بهه، چرا راجع به اون صحبت نمی‌کنی؟ 5 ساعت توجیه و از بالا به پایین و از چپ به راست و فلان میان میچینن، ته حرفشون هم چیه؟ در یک کلمه: میترسم. خب زمانی که میترسی دهن مبارک رو ببند، چون این موقع شما وصل حساب میشی، وصل به حساب میای، چون در یک سری موقعیت ها صحبت نمی کنی، حرف نمیزنی، ابراز عقیده نمی کنی، ولی تو یک سری از موقعیت ها که هزینه نداره تبدیل میشی به میلتون فریدمن، میای دائما موعظه میکنی برای مردم و زمانی هم که بهش میگن وصلی ناراحت میشه. میخوام یه تعلیقی ایجاد کنم. دیو چه بندی؟ ما اصلا نه ایشونو میشناسیم، نمیدونیم دیوی هست نه فلان، تحمل دیو بندی. و دوستان از این رانت حقوقی که براشون وجود داره که بیان راحت ابراز عقیده بکنن استفاده میکنن و بعدش هم ژست اکثریت بودن رو میگیرن. نه عزیزم، شما اکثریت نیستی. بسیاری نمیتونن که ابراز عقیده بکنن، اگر بکنن باید هزینه هایی رو بپردازند. آقا به طور مثال توی آمریکا متمم اول قانون اساسی پشتوانه این آزادی بیانه و دولت نمیتونه شما رو محدود بکنه به خاطر ابراز عقیده. و قانون برای کیه؟ برای 1791. یعنی اون موقع قانونگذار به این نتیجه رسیده که هر کسی میتونه عقیدش رو ابراز بکنه. چه سالی میشه تو ایران؟ زمانی که آقا محمد خان قاجار میاد سلسله قاجاریه رو تأسیس میکنه. اصلا اون موقع چیزی به اسم قانون اساسی توی ایران وجود نداشته. یعنی این عقب موندگی فرهنگی که ما هنوز قائل به این نیستیم که آقا تو میتونی این عقیده رو داشته باشی، میتونی بیای حمله بکنی به مقدسات منم میتونم به مقدسات تو حمله بکنم. و قانون باید برای جفتمون برابر باشه، قانون باید حافظ امنیت جفتمون باشه. پس از این که میایم عقایدمون رو ابراز میکنیم. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ، تیره تن، تیزتاز.
اگه اینطوریه چرا یوتیوب فحشا رو فیلتر میکنه؟ آخه عزیزم، اونجا همونقدر که آزادی بیانه هست، مالکیت خصوصی هم معنا و مفهوم پیدا میکنه. کمپانی یوتیوب که خصوصیه و متعلق به گوگله دوست نداره فحش بدی تو محیطی که ساخته، ولی توییتر یا همون ایکس امروزی بهت اجازه میده که فحش بدی. آقا انگار که اینجا مثلا خونه منه، دوست ندارم توش اصلاح طلب راه بدم، ارزشی و اصلاح طلب خونه من نیاد. من اومدم یه انجمنی زدم، یه سندیکایی زدم، میگم آقا توش من آدم وصل راه نمیدم. خب مالکیت خصوصیه، اختیار خودمه، میتونم هر کسی که دلم بخواد رو راه بدم یا ندم. این که من مکرر عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار میداد. و برخلاف جستی که مثلا اصلاح طلبا میگیرن، بسیاری از دوستان میگیرن، توی این جنگ 12 روزه گرفته شد. آقا ما تعارف نداریم که توی مملکت ما درس خوندیم، رفتیم اومدیم، دانشگاه رفتیم، میشناسیم فضا رو دیگه، میدونیم که آقا حاکمیت حال نمیکنه با ملیگرایی، اصلا در تضاد با اندیشه های خودش میدونه، به ضرر خودش میدونه. شاهنامه که از روز نخستین به پایان رسیدنش معیار شد، تا اکنون بزرگترین دستاورد مبارزه فرهنگی در کشوری است که در مبارزه مسلحانه با فاتحان درماند. سر خودمون رو شیره نمالیم. شما زمانی که میای به این اساطیر حمله میکنی، شاید مثلا یکی دو نفر هم از بدنه حاکمیت بگه نه کار بدیه فلان بیسار، شاهنامه خیلی مثلا چیز غنیه و ما بهش نیاز داریم، ولی ته دلش همون هم خوشحال از این اتفاق که میفته. ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، جور زمان. در مجموع با هر چیزی ما میتونیم شوخی بکنیم، هر چیزی رو میتونیم نقد بکنیم، اما نباید از رانت‌هایی که این قانون اساسی که نوشته شده و تو کشور ما الان حاکمه و داره اجرا میشه سوء استفاده بکنیم که بیایم به بخش مهم و بزرگی از جامعه توهین بکنیم، یا حالشون رو بگیریم، یا بیایم اونها رو وارد یک فشار روانی بکنیم. اون هم موقعی که اونها نمیتونن به مقدسات ما توهین بکنن یا فحش بدن یا نقد بکنن یا کمدیش بکنن. ممنون که توی این ویدیو با من همراه بودید. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.